Hi guys, how are you? What's up? How's it going? سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ امیدوارم که تا اینجا خوب تکرار تمرین کرده باشید. بچه‌ها واقعا قدر این آموزش‌ها رو بدونید، به خاطر اینکه شما مثلا یه بحث قید رو بخواین یاد بگیرین یا مثلا صفات برتر، صفات برترین، کلی باید ترم و پشت سر بذارید تا اینا رو یاد بگیرید. توی یکی دو جلسه خیلی راحت یاد گرفتید. فقط راز موفقیت اینه که تکرار تمرین زیاد داشته باشید. زیاد مثال بزنید، روزانه 1 ساعت حداقل پادکست گوش بدید، 10 تا کلمه با جمله سازی بخونید و تمام. معجزه‌شو قطعاً خواهید دید. بچه‌ها انواع قید وجود داره توی انگلیسی: قید مکان، حالت، تکرار، زمان. میخوایم حالا شما رو با قیدا آشنا کنم. قید بچه گفتیم فعل رو توصیف میکنه. مثلا میگه من هر روز صبحانه میخورم، هر روز میشه قید زمانش. یا مثلا من هر 1 ساعت یه بار ورزش میکنم، هر 1 ساعت یه بار میشه قید زمانش. من در پارک میرقصم، در پارک میشه قید مکانش. ماشین تون میره، قید حالت میشه تند. من هرگز سیگار نمیشم، هرگز میشه قید تکرار. این جلسه رو فقط میخوام اختصاص بدم به قیدهای تکرار براتون. frequency adverbs، قیدهای تکرار. adverbs به معنای قیدها، frequency هم به معنای تکرار. قیدها، مهمترین قیدهای تکرار چیا هستن؟ always، همیشه. often، اغلب. usually، معمولا. sometimes، گاهی اوقات. never، هرگز. seldom، به ندرت. کجا قرار میگیره؟ 2 جا قرار میگیره. قبل از افعال اصلیه، یعنی اون افعال حالتی: go، come، eat، رفتن، گفتن، خوردن، خوابیدن. بعد از افعال to be: am، is، are که دیگه قطعا آشنایی دارید. یه سری مثال ها براتون آوردم. Number 1: I always wake up at 6 am. am یعنی صبح، طرف صبح، و pm هم یعنی عصر و شب. میگه من همیشه بیدار میشم در ساعت 6. اینجا always قبل از فعل اصلی، یعنی اون فعل حالتیمون قرار گرفته. My father usually has a coffee before bed. میگه پدر من معمولا قهوه میخوره قبل از خوابیدن. اینجا استعاره از خوابیدنه، درسته تخت خوابه بچه‌ها، ولی استعاره از خوابیدنه. بعد بیفور هم اینجا توی چت بیشتر اونجوری نوشته میشه. من برای اطلاعات عمومیتون آوردم، در صورتی که در اصل همین این بیفور بوده، اشتباه نکنید. My neighbor، همسایه من، never feeds her dog. میگه همسایه من هرگز غذا نمیده به سگش. never خیلی قید جذابیه بچه‌ها، از اونجایی که معنی و مفهوم جمله رو منفی میکنه. دیگه لازم نیست شما جمله رو منفی کنید. به این نکته خیلی دقت کنید، خیلی راحت دیگه جمله رو نباید منفی کنید. همون never جملتون رو منفی کرده. I sometimes read novels. من گاهی اوقات رمان میخونم. بعد بچه‌ها بیشتر قیدهای تکرار کجا جواب بدیم؟ در جواب چه کلمه پرسشی؟ در جواب how often. How often do you go to the park? هر چند وقت یک بار میری پارک. For example, I usually go to the park. How often do you exercise? چند وقت یک بار ورزش میکنی؟ I always exercise. من همیشه ورزش میکنم. How often do you go to English class? هر چند وقت یک بار میری کلاس انگلیسی. I usually go to the English. معمولا میرم کلاس زمانی، مثلا گاهی اوقات میرم. I sometimes go to the English class. هم etc. like this. بیشتر در جواب how often میتونید از قیدهای تکرار استفاده کنید. Thank you for listening. Have a nice time. Let's go to next session.